بوران‌های 3 روزه پی در پی که 12 می آغاز یافته بودند، باعث آبخیزی در منطقه اتیراوی قزاقستان شدند. حالا پاککاری سراسری جریان دارد. تخمیناً 500 نفر ساکنان خانه‌های لایی به مکان امن انتقال یافتند. در این گوشه خشک قزاقستان مردم خانه‌های پاخسگی می‌سازند. در وادی دوردست چیترال واقع در شمال و غرب پاکستان جشنواره سالانه بهاری پیروان فرهنگ قبل از اسلامی کلش افتتاح یافت. این قبیله ادعا دارد که از اولاد اسکندر مقدونی است که 2000 سال پیش از این گوشه عالم عبور کرده بود. تخمین می شود که در منطقه کوهی دوردست که فقط توسط راه دشوار یخبسته به آن رسیدن ممکن است، همگی 5000 عضو قبیله کلش به سر میبرند. سالهای اخیر پیروان این فرهنگ نادر با تهدیدهای طالبان و ترغیبگران اسلامی مواجه می باشند. در منطقه کردنشین عراق مردم زیادی از هنرنمایی یک آوازخوان مهاجر خوشحال شده برای مدت دشواری‌های جنگ را فراموش کردند. عائله عدنان کریم در سالهای حکمرانی صدام حسین از عراق فرار نموده، حالا در سوئیسرا به سر میبرد. درآمد از هنرنمایی این آوازخوان که 14 می دایر شده بود، به عائله‌های سربازان پیشمرگه که در جنگ بر ضد سلاح بدستان گروه دولت اسلامی هلاک شده اند تقدیم خواهد شد. بر پایه گزارش اداره ملی آمار گرجستان در این کشور نرخ غذا و مواد نیاز خانه در یک سال گذشته 8.7% بالا رفته است. تاجران از آن شکایت دارند که فروش کم شده، از سبب تورم روزگار آنها زیر فشار قرار گرفته است.